سلام و رحمت و برکت الهی به خاندان یکایک شما تماشابینان عزیز. شوکت محمد در خدمت شما هستم. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. فرهنگ گدایی. رئیس جمهور امید از خواجه های خارجی کنده دست گدایی به سوی مردم دراز میکند. بانک جهانی معین کرده است که در سال 2019 بیشتر تاجیکستانیان خود را کم بضاعت شماریده اند. نرخ خانه های استقامتی و مصالح ساختمانی در تاجیکستان قیمت شده است. تماشابینان عزیز، امروز میخواهم دقت شما را به یک مسئله ننگین جلب کنم. این هم باشد پیاده شوی فرهنگ گدایی از جانب رئیس جمهور تاجیکستان. شاید این اندیشه به سرتون آید که چرا ما در اکثریت برنامه‌های خود در اطراف رئیس جمهور و عائله اش حرف میزنیم. شاید سوال به سرتان آید که دیگر مشکلات در کشور نیست؟ باید گویم به اندیشه ما در واقع در کشور از همین رئیس جمهور و عائله اش دیده مشکلی نگران کننده نیست. فکر میکنم 70% مشکلی و سبب عقب‌مانی تاجیکستان خود همین رئیس جمهور و اهل عائله اش هستند. هرچند بجای اصلاح شدن ده‌ها تهدید به جانب ما شده است، ما با امید این همه را پیگیری و ذکر میکنیم که این مخلوقان روزی به انصاف آیند و دست از غارت مردم بردارند و به مردم بیچاره تاجیک روز دهند که سرش را بالا کند. میپردازیم به اصل مسئله. در شهر دوشنبه بنیاد باغ بزرگ استراحتی که بسیاری ها آن را بنابر ابتکار پسر رئیس جمهور و رئیس پایتخت بودنش باغ رستم هم میگویند شروع شده است. صدها خانواده از این محل کوچانیده شده، خانه های آنها که قیمت عمومیشان $10 میلیون است خراب کرده می شوند. برای کوچانیدن خانه های مردم پرداخت جبران پولی با آنها هرچند در حجم چند برابر کمتر از قیمت اصلی خانه هایشان است، برای بنیاد این باغ بیش از $200 میلیون مصرف خواهد شد. در حالی که بودجه کشور همیشه از کمبود مینالد، ماهانه و نفقه ها پرداخت نمی شوند، این قدر مبلغ برای بنیاد باغ بزرگ از کجا دسترس می شود؟ در ناحیه های ولایت ختلان حداقل در 4 ناحیه آن، ناحیه 5، جلال الدین رومی، جیهون و قبادیان، برای ساختمان این باغ هنوز 1 ماه قبل به جمع‌آوری مبلغ شروع کرده بودند. گفتنی است قبلا هم هنوز زمانی که تازه بنیاد این باغ تصدیق شده بود، مقامات این ناحیه از دهقانان برای بنیاد این باغ پول جمع کرده بودند. همچنین صاحب کار و شرکت های خرد و میانه و بزرگ در دوشنبه و دیگر مناطق کشور موظف شده‌اند در بنیاد این باغ بزرگ سهم گذارند. دیروز ما به شما اطلاع داده بودیم که حکومت تاجیکستان به وزارت و کمیته های دخلدار سپارش داده است که برای بنیاد دیوارهای ضد ترمه‌ای در شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق سرمایه گذار پیدا کنند. باید 60 عدد دیوار ضد ترموی با طول 6000 متر ساخته شود که برای ساختمان آنها با حساب حکومت حدود $54 میلیون ضرور است. حکومت می‌خواهد به همین مقدار از اینستیتوت‌های مالیوی و کشورهای سرمایه‌دار گرانت و قرض دریافت کند. این هم در حالی است که راه دوشنبه چناق
یگانه راهی که جنوب و شمال کشور را به هم میپیوندد. پولکی بوده مبلغ درآمدی آن به شرکت آفشوری ایرس می رود. این شرکت طبق اطلاع منابع زیاد به جمالالدین نورالیف شوهر آزاد رحمان تعلق دارد. یک هفته دیگر پیشتر می رویم. امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش به پارلمان کشور بیشتر از همه درباره سخاوتمندی صاحبکاران و مردم گفت و 5 مراتبه به آنها اظهار سپاس و تشکر کرد که با کفکوبی پرموجی وکیلان و وزیران استقبال گردید. حالا این 3 موضوع، بنیاد باغ رستم، دریافت مبلغ برای بنیاد دیوارهای ضد ترمیمی و اظهار سپاس و تشکری رئیس جمهور به صاحبکاران به هم چه ربط دارند؟ شاید این سوال در سر شما چرخ زند. البته آنها به هم ربط مستقیم ندارند، اما حلقه پیوست کننده دارند که آن را می شود فرهنگی گدایی نامید. فرهنگی گدایی. انیقترش فرهنگی اونیکلی گدایی امامعلی رحمان و خانواده‌اش. مثالش هم تنها این 3 نیست. فقط به همین 3 بس نیست. ما تنها 3 مثال یک هفته آخر را گرفتیم وگرنه صدها مثال میتوان آورد. قبلا رئیس جمهور دوست می داشت به کشورهای عربی خلیج فارس سفر کند و این سفرش زود انجام می شد. با وجود سفرهای زیادی امامعلی رحمان به این کشورها، یگان سازشنامه که در خوری منافع دو جانب باشد بسته نشده یا حد اقل به اجرا ندر آمدند. زیرا سفرهای امامعلی رحمان به این کشورها اصلا سفری کاری و یا دیپلماتی نبودند. امامعلی رحمان آنجا برای گدایی می رفت. طبق اطلاع یک منبع معتمد پیام، در هر سفرش بجز کمک‌هایی که برای کشور می گرفت، امامعلی رحمان از 80 تا 130 میلیون دلار پول نقد می آورد. تحفه امیران این کشورها که بعداً این پولها را کسی نمیدید. برخی از کارشناسان مطمئنند که کندن روابطش با ایران هم تنها به خاطر دریافت این کمک ها بود. بعداً صدقه پرسی به آخری او به جان عرب ها زد. تا کی میپرسی آخر؟ و از دادن پول نقد به او عرب ها دست کشیده کمک های خیریوی به کشور را هم کمتر کردند. این بود که امامعلی رحمان سفرهایش به این کشورها را کم کرد و به جای خود وزیران و رؤسای پارلمان را میفرستاد. خود کشورهای عربی هم در اکثریت حالتها از قبول امامعلی رحمان اجتناب می‌ورزیدگی شدند. کم کم تمام کشورها از دادن صدقه به رئیس جمهوری تاجیکستان دست کشیدند و او منبع نو صدقه گیری را کشف کرد. از کجا؟ این منبع کدام است؟ مردم کشور. اول این صدقه پرسی از صاحبکاران و کارخانه‌های واقعا موفق و دارا بود، اما رفته عمومی شد و از خواهش به امر گذشت. حالا امر میتیند. حالا دادن صدقه به هر نفر و گروهی که رئیس جمهور نامش را ذکر کرد واجب می شود و این نوع صدقه گیری مجبوری از دارا و نادار، خرد و بزرگ به یک فرهنگ تبدیل شده است. چنان که ذکر کردیم، فرهنگی گدایی. در تمام کشور از پایانترین سطح تا بالاترین
خستگی ناپذیرانه گدایی میکنند. برای هر کار صدقه جمع کرده می شود. حتی برای قبول مهمان ها، جمع‌آوری کمپات در ناحیه رشت و قرود در ناحیه مسجدهای کوهی را به خاطر آورید. یادتان هست؟ چرا ما آن را غارتگری نیو صدقه مجبوری می نامیم؟ زیرا هیچ غارتگر به جبر دیده اظهار سپاس نمی کند. مالش را می بردارد و می رود. اما امام علی رحمان از اظهار سپاس، حتی سپاس چند کرته که خاص گدایان است، پرهیز نمی کند. همین 5 مراتب تشکر خواندنش به سخاوتمندان در پیامش و نیم سخنرانیش را به آنها بخشیدنش گواه اینند. حالا در مملکت شرکت‌هایی هستند که زیاده از 3000 جایهای کاری دائمی تأسیس دادند و به بودجه دولت تا 450 میلیون سامانی هر سال بودجه میسپارند، انداز میسپارند. همین گونه شرکت‌ها، همین گونه صاحبکاران سخاوت پیشه در مملکت امروز هزارها و هزارها است که به همه آنها من منتداری صمیمی بیان می‌کنم. در 27 سال حکمرانیش امام علی رحمان باری هم به مهاجران کاری که اقتصاد کشور را میچرخانند و تمام کر و فر او و خانواده‌اش از حساب آنهاست اظهار سپاس نکرده است. چرا؟ زیرا او از آنها صدقه نمیگیرد. امام علی رحمان و خانواده‌اش مهاجران را مستقیما و غیر مستقیم غارت میکنند. اینجا او راهزن است، نه گدا. حالا این گدایی او به یک فرهنگ در کشور تبدیل شده است. هم وزیران و کبیران آن را چون یک پیشرفت، دستاورد، سیاست خردمندانه قبول میکنند و برایش کفکوبی میکنند. هم مردم به این نظر باور کرده است که باید حج نرود و پول آن را برای ساختن راه و پول مصرف کند. و هم خانواده امام علی رحمان مطمئن است که بودجه کشور برای دزدی آنها ساخته شده است و مصرف ها باید از کیسه صاحبکاران و مردم سخاوتمند باشد. عائله خود را از مردم کشور و حتی از حکومت و دولت جدا می داند. آیا شما تماشابینان عزیز، مردم گرامی و شرفمند تاجیکستان، شما بار شنیده و خوانده اید که داماد، دختر یا دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان حتی یک صنف خانه ساخته باشد؟ نه. زیرا اینها صمیمانه به این نظرند که ساختن کاری صاحبکاران مردم بوده، کاری آنها دزدی بودجه و دارایی های کشور و گدایی است. گدایی، گدایی و باز هم گدایی. و گفت عبدالغفار حلیموف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان، گدا 40 سال پادشاهی کند هم بوی گدایی از گریبانش نمی رود. اگر آدمی که مثلا معدهش سیر باشد، اگر 40 سال گدا شد بوی سیرش از بینیش نمی برد. اگر آدمی که گدا باشد 40 سال حکمرانی هم کند بوی گدایش از بینیش نمی رود. حالا امام علی رحمان بدون کدام اجازه از مردم 2% بودجه را که پول مردم است به فاند شخصی خودش اختصاص داده است و آن را مال شخصی خود می داند. وگرنه خجالت می کشید که کتاب از حساب این فاند چاپ می شده تاجیکان را تحفه از نام رهبر دولت نامد. به اطمینان کامل می توان گفت که با ادامه کردن حکومت خانوادگی این فرهنگ گدایی رشد بیشتر یافته، پررویی این خانواده عمیق‌تر خواهد شد. بعید نیست که روز خانواده امام علی رحمان اعلان کند
که بودجه دیگر تنها برای برآوردن نیازهای یک عائله است و تمام مصارف دولت باید از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوتمند پوشانیده شود. بانک جهانی در دایره تحقیقات با عنوان گوش دادن به تاجیکستان معین کرده است که نسبت به سال 2018 در سال 2019 بیشتر تاجیکستانیان خود را کم بضاعت شماریده اند. از این خبر با علاوه چند خبرها از رسانه‌های دیگر همکارم سائمه گزارش می‌دهد. بانک جهانی در دایره تحقیقات با عنوان گوش دادن به تاجیکستان معین کرده است که نسبت به سال 2018 در سال 2019 بیشتر تاجیکستانیان خود را کم بضاعت شماریدند. 8% خانواده‌های پرسیده شده از جانب نمایندگان بانک جهانی در تاجیکستان گفتند که از حیات ناراضی‌اند. طوری در سامانه بانک جهانی قید می شود در دایره تحقیقات گوش دادن به تاجیکستان هر ماه بیش از 1400 خانواده اشتراک می کنند. گفته می شود قناعتمندی از خدمت رسانی‌های تامین برق در سطح پست باقی مانده و خانواده‌های کم بضاعتان خوف بلند نیم گرسنگی تهدید می کند. مؤلفان گزارش تاکید می کنند که تغییریابی سطح کم بضاعتی در تاجیکستان و موجودیت جایهای کاری و انتقال پول وابسته است که هر دو عامل ذکر شده قطعاً خصوصیت موسمی دارند. بنا به معلومات دیپلمات‌های روسیه‌ای سال 2019 حجم انتقال پول از جانب مهاجران تاجیک نزدیک 3 میلیارد دلار را تشکیل داده. این نشان دهنده به بیش از 36% مجموع محصولات داخلی جمهوری برابر است. نزدیک 77% درآمد اهالی تاجیکستان دوام سالهای 2008-2018 از حساب انتقال پول مهاجران کاری به دست آمده است. همین طریق حجم عمومی درآمد اهالی کشور طول این سالها 39 میلیارد و 600 میلیون دلار و حجم عمومی انتقال پول 3 میلیارد و 400 میلیون دلار را تشکیل داده است. 45 نفر مفتشان اوکراینی که امروز 9 ژانویه به تهران رفتند گفتند که آنها در جستجوی شکست پاره‌های هواپیما در جای سرنگون شده می باشند تا سبب از جمله احتمال حمله موشکی یا تروریسم بودن حادثه را معین کنند. گفته می شود پس از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در جنوب غرب تهران که 176 سرنشین و مسافر آن کشته شدند، مقامات هواپیمای اوکراین در جستجوی جواب هستند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی یک روز پس از حادثه به ملت رو آورد و گفت دولت آماده است و عائله‌هایی که خویشاوندان خود را در فاجعه گم کردند همگونه یاری در کاری رساند. او آگاه کرد که این فاجعه موضوعی نیست برای رسانه‌های اجتماعی و هنگام و شوراندازی. یادآور می‌شویم که هواپیمای بوئینگ 737-800 که روز 8 ژانویه از تهران به کیف پرواز می‌کرد چند پس از پرواز با 63 نفر شهروندان کانادا، 82 نفر ایرانی، 10 شوئدی، 4 افغان، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی، 11 اوکراینی از جمله 9 اکیپاژ در فرودگاه امام همینی تهران سرازیر شده همه مسافران و سرنشینان آن فوت دیدند. سازمان هواپیمایی شهروندی ایران امروز 9 ژانویه گفت دلایل اولین شاهدان در زمین و هواپیمایی گذشته ایستاده نشان می‌دهد که هواپیمای اوکراینی PS 752 می‌سوخت و پیش از سرنگونی به سمت فرودگاه برگشته است. نامعینی درباره سبب سرنگونی هواپیما که چند ساعت پس از حمله‌های موشکی و نیروهای آمریکایی در عراق روی داد، تخمین‌های به میان آورده که به هواپیما می‌تواند حمله شده باشد. در میدان سوخیم ابخازیا ساکنان به خشم آمده در ریزه قرارگاه پرزیدنت را شکسته وارد آن شدند. اعتراضگران از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با اظهار نارضایتی طلب کردند که نتیجه آن به اعتبار دانسته شود. تظاهرگران دعوا دارند که در رفت برشمردن رأی مردم تقلب‌کاری صورت گرفته است. با معلومات کمیسیون مرکزی انتخاباتی ابخازیا، رئیس جمهور عمل کننده راول خاجیمبا که نامزدیش را برای دریافت کرسی رئیس جمهور پیشبری نموده بود با دریافت اکثر آرا پیروزی به دست آورد. اما اعتراضگران معلومات کمیسیون را ناصحیح خوانده دست جمعانه از درآمدگاه اساسی در درآمد قرارگاه رئیس جمهور را شکسته وارد قرارگاه شدند.
کمیته دولتی معماری و ساختمان تاجیکستان از افزایش قیمت خانه‌های استقامتی در کشور خبر داده نوشت که همزمان رشد خانه‌سازی بالا رفته است. بنا به اطلاع منبع، طی 7 سال آخر در تاجیکستان نزدیک به 8 میلیون متر مربع منزل‌های استقامتی به بهره برداری رسیده، در 2 سال آخر افزایش قیمت خانه‌ها نیز به قید گرفته شده است. از سوی دیگر طی 28 سال استقلال تاجیکستان برای ساخت خانه به مردم این کشور بیش از 135,000 گکتار زمین واگذار شده است. گفته می شود که در سال 2018 قیمت هر متر مربع خانه نوساز در مرکز شهر دوشنبه $628 و در اطراف پایتخت تاجیکستان 350 تا 400 دلار بود. اما این شاخص در سال 2019 تغییر کرد و قیمت هر متر مربع خانه نوساز در مرکز شهر دوشنبه به 900 تا 1000 دلار و در اطراف آن به 700 تا 800 دلار رسید. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت خانه‌های استقامتی در شهر دوشنبه و تغییر قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی و مواد غذایی تاجیکستان نیز ارتباط دارد که رشد 30% را نشان می‌دهد. به خاطر مونوپول بودن استحصال مصالح ساختمانی از جانب شخصان اطراف رئیس جمهور، با وجود افزایش استحصال، نرخ و جای ارزان شدن تا رفت قیمت می شود و این حالت تاثیرگذار و قیمت شبه نرخ خانه‌های استقامتی باقی می ماند. تماشابینان عزیز، از آن که تا این لحظه با ما بودید تشکر می کنم. اینجا پایانی برنامه امروزی ماست. با برابر پخش تگمچه لایک شما از آن درک می دهید که هستید و با مایید. با برابر پخش تگمه زنگوله خفته را بیدار و ذوق را بنیاد می کنید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون می کند. گفتنی های مهمی را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا می دانند از ما خواهید شنید. مرحبا به شبکه یوتیوبی پیام تیوی. موفق و سربلند باشید. تا روز دیگر، خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله.